کارشناس رشته از استکهلم سوئد. آقای سربندی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به عنوان اولین سوال بفرمایید که فیلا بعد از اون اتفاقاتی که در رأیگیری افتاد و موفق شد که در المپیک بمونه، دست به تغییرات اساسی آقای لالوویچ زد و اوزان کشتی رو جابجا کرد، قوانین رو حالا جابجا کردن، به گفته خودشون میخوان کشتی رو فنی‌تر و بهتر بکنن. چه اتفاقاتی قرار در کشتی بیفته؟ اوضاع احوال ایران با این قوانین و با این اوزان بهتر میشه یا سبک و سیاق سابق رو خواهد داشت؟ ابتدا سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و همچنین خدمت شما آقای خسروی و همچنین همکاران محترمتون. به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی، تغییر اوزان در فدراسیون جهانی کشتی در همین یکی دو روز اخیر خبرسازترین موضوع کشتی دنیا شده در حال حاضر. همونطور که شما گفتید، پس از اینکه لالوویچ به عنوان رئیس جدید فدراسیون جهانی اومد، در اولین چالش خودش رفت به سراغ جنگ رشته‌های اسکواش و همچنین کاراته برای حضور در رقابت‌های المپیک که کشتی در 3 ماه اخیر تونست در اون جلسه رأی بگیره و در 2 المپیک دیگه تا المپیک بعدی حضور پیدا کنه. یعنی تا 2020 کشتی در المپیک‌ها خواهد بود در 2 المپیک، اما بعد از اون دوباره برای کشتی تصمیم گیری خواهد شد. در همین رابطه که چرا کشتی وضعیتش به اینجا کشیده شد، حضور کم تماشاچی‌های اروپایی مخصوصا در المپیک لندن که برگزار شد، تماشاچیان خیلی کمی اومدن توی مسابقات و حضور پیدا کردن. الان کشتی داره معطوف میشه تو چند کشور خاص، یعنی امریکا، روسیه، ایران، کشورهایی که صاحب سبک هستن در این مسابقات و همچنین دارن کار میکنن. این کشورها بیشتر تماشاچی نسبت به کشتی دارن. مثلا انگلیس هم کشوری که شما الان دارید برنامه میسازید در زمینه کشتی حرفی برای گفتن نداره. سوئد خیلی کم داره، یعنی در اروپا و در آفریقا کشتی بسیار کم رنگ هست، اما در کشورهای آسیایی مثل ایران، آمریکا مثل آمریکا و همچنین در روسیه، در اروپا همین کشورها دارن فعالیت میکنن و معطوف شده. بنابراین فدراسیون جهانی اومد کمی تغییرات رو ایجاد کرد. البته این تغییرات در ادامه کارهایی بود که رئیس قبلی فدراسیون جهانی انجام داد. مسئله کمبود تماشاچی توی کشتی و زیبا نبودن اون همیشه در این چند وقته بوده و کشتی اگر یادتون باشه در 10 سال اخیر هر روز داره یک قانون جدید رو به چشم میبینه، از سینه به سینه گرفته تا زیر یک خم زمانها، امتیازها، و امروز دوباره یک قانون جدید با رئیس جدید یعنی لالوویچ اومد تصویب شده. قرار شده که در رقابت‌های جهانی کشتی 8 وزن داشته باشه، در رشته آزاد و فرنگی، و در رقابت‌های المپیک 6 وزن. این کار دقیقا مثل رشته تکواندو میمونه. یک جورهایی میشه گفتش که اطاعت کردیم از مسابقات تکواندو در رقابت‌های المپیک و جهان و ما هم همون کار رو کردیم. در این رابطه که آیا این مسئله تاثیر به خصوصی میذاره، یعنی اوزان تاثیر به خصوصی میذاره روی کشتی کشور یا نه، باید بگم که خب ما در کل کشتیگیران ما با 1-2 کیلوگرم که این تغییرات ایجاد شده زیاد وضعشون تغییر نخواهد کرد. اکثر کشتیگیران ما و دنیا این تغییر رو دارن، برابر هست این شرایط برای همه. فقط تک و توک برای برخی از کشتیگیران این مسئله حائز اهمیت هست. مثلا برای حمید سوریان ما که وزن 55 کیلوگرم میرسید سر وزن و بسیار سخت بود براش این کار، از به بعد حمید سوریان باید در 57 کیلوگرم وزن کشی کنه. خب این به نفع حمید سوریان هستش و با انرژی بیشتری در مسابقات حاضر میشه. در تیم ملی روسیه هم اگر بریم، خب کشتیگیر 120 کیلوگرم روسیه همیشه برای رسیدن به وزن 120 کیلوگرم خیلی مشکل داشت. در چند سال اخیر دیگه اصلا سر وزن می‌رسید نمیتونست کشتی بگیره. اما با اینکه امروز وزن شده 130 کیلوگرم خیلی راحت‌تر قطعا سر وزن خواهد رسید. بالاخره هر کشوری یک منفعت و زیانی رو از تغییر قوانین و وزن‌ها خواهد برد. بسیار ممنونم. آقای سربندی، توی خبرها داشتیم که حالا تلویحاً اعلام کردن که علیرضا حیدری سکان هدایت تیم ملی کشتی آزاد به دست میگیره. چه اخبار اطلاعاتی از فدراسیون کشتی دارید شما؟ بله، خب رسول خادم برای 14 دی ماه قراره که در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون حضور پیدا کنه. حضور عباس جدیدی در مقابل رسول خادم برای این انتخابات یک مقدار من فکر می‌کنم رسول خادم رو به چالش انداخته. رسول در 1-2 هفته اخیر همونطور که در برنامه قبل نیز شما اشاره کردین رفته به سراغ بزرگان کشتی ایران و تقریبا میشه گفت رهبران رسانه‌ای یا رهبران برخی از جبهه‌های مختلف در کشتی ایران. مثلا محمد بنا قطعا تمامی
شاید 90% از جامعه کشتی فرنگی به نوعی سرباز محمد بنا محسوب میشن و آمدن محمد بنا با دست رسول خادم مطمئنا اون جمعیت رو موافق رسول خادم خواهد کرد در در مجمع انتخاباتی. از طرف دیگر علیرضا حیدری به عنوان یک قطب در کشتی آزاد و یکی از فردهایی که سابقه مدیریت رو داره، البته نه دولتی